بیشتر آدما فکر میکنن که چون اروپا هسته، سوئد، آلمان یا فرانسه هسته، در اینجا سر ما کلاه نمیذاره با خرید ماشین دست دوم. ولی حقیقتیه که اینجا هم سرت کلاه میتونه بره، ولی مدل کلاهبرداریش فرق داره. توی اروپا مشکل اصلی کیلومتر نیست، دستکاری کیلومتر نیست مثل کشورهای آسیایی از ما مثل ایران و افغانستان. مشکل اصلی اینجا دستکاری کیلومتر نیست. مشکل اصلی سرویس نشدن اصولی ماشین است. خیلی فکر میکنن که چون کیلومتر واقعی است پس ماشین درست و سالم است، در صورتی که ماشین 200,000 کیلومتر راه رفته، در صورتی که روغن گیربکس یک بار هم عوض نشده. سلام دوستان، آروین هستم و خوش آمدید در کانال خودتان، کانال آروین هفت. توی از این ویدیو ما قراره شما راهنمایی کنیم که پول الکی ندید سر ماشینایی که به درد نمیخوره بخرید توی کشورهای اروپایی، هر کشور که زندگی میکنید. و اگر کلاه در سر میبینید داخل خانه، وقتی که موافق زده بودم و دوست داشتم یک کلاه بذارم که خیلی زشت دیده نشه. بچا بریم سراغ نکته اول و اولین مشکلی که خیلی ادش مخورن و اعتماد میکنن و سرشون کلاه میره که باید او را رعایت کنن. فقط در کاغذ بسیکنینگ یا توف، در آلمانی توف میگن یا تو میگن اگه اشتباه نکنم، در این اعتماد نکنید. اگر همچین کاغذی که یا بسیک یا معاینه فنی مثلا در فارسی میگن داشته باشه داخل ماشین، فقط در این اعتماد نکنید که ماشین سالم است. اگر مثلا گوچن شده، به سوئدی میگیم گوچن، اگر اوکی شده باشه، قبول شده باشه، در این معنی نیست که ماشین سالم است. که شما میخواد به ماشین بخرید نگاه کنید کاغذ داره پس میگید سالمه، در صورتی که روغن گیربکس شاید عوض نشده باشه، مشکلات فنی توی گیربکس شاید وجود داشته باشه، یا خیلی چیزای دیگه، زنگ زدگی یا قسمت پایینی ماشین، زیر ماشین کلا زنگ زدگی باشه و در معاینه فنی این چیزا گوچن میشه که بعضی حواسش نیسته. و حتی الان جدیدن مد شده که توی کشورهای اروپایی هم سیا معاینه فنی انجام میشه یا سیا بسیکنینگ میشه که باید خیلی حواستان جمع کنید. شاید هم بعضی وقتا کیلومتر دستکاری شده باشه که ما و شما نمیدونیم. مخصوصا ماشینایی که زیر 2017 هسته، بیشتر ماشینا کیلومتر دستکاری کرد بدون که قفل کیلومتر باز کنیم، چون ماشینای جدیدتر کیلومتراش قفل داره که هر کسی نمیتونه اونها رو باز کنه. پس فقط یک کاغذی که روش نوشته که گوچن یا اوکی است، در معاینه فنی یا بسیکنینگ گوچن است، پس اوکی است، دیگه هم نمیشه اعتبار کرد. نکته دوم و خیلی مهم که خیلی هم حتما دیدین که مثلا ماشینا موقع سرویس شده میخواد ماشین بخرید، حالا از شخصی میخرید یا پریوات میخرید یا مثلا فورتاک، مثلا ماشین فروش میخرید یا یک آدم شخصی، بازم فرق میکنه. چون معمولا کسایی که ماشینای شخصی دارن رفیق خورا داده، نمیدونم فامیلای داده، یک همسایه خورا داده که او را سرویس کرده ماشینه، که این هم بازم خوب نیست، چون باید ماشین در جای معتبری سرویس شده باشه. حتما وقت ماشین میخرید دایشون بگید که در کجا سرویس شده. و خیلی از ماشینا سرویسی دفترچه‌ای داره که این هم زیاد معتبر نیست، بهتره، چون که این هم مثل همون داستانی هست که پیش رفیق و همسایه خود سرویس کرده. شما باید سرویسی که ماشین شده باشه، بیشتر ماشینای جدید الان دیجیتال سرویس هست که اونجا میرید و باید از طرف یا فروشنده بخواید که در شما ثابت کنه و نشان بده، مدرک بده که این ماشین در اینجا دیجیتال سرویس شده. حتی میتونید داخل تنظیمات خود ماشین برید و اینم شما خودتون در اونجا بخونید. شماره 3 خیلی خفن و باید اونم بدانید که وقتی که ماشین میخواید بخرید، حالا چه از پریوات یا چه بیشتر ماشین فروشی کار میکنن، ماشینایی که مثلا تاکسی هستن، ماشینایی که در سوئدی میگیم در شنس استفاده شده، یعنی در کار استفاده شده، در یک کاری طرف هسته که صبح هر روز حدود 200 کیلومتر قدش ما رفته و میماده، همچین ماشینایی رو هم سعی کنید ازش دوری کنید. یکم اطلاعات قبلیش، هیستوریکش بخونید که ببینید این ماشین قبلا چی بوده. شاید 10 سال در یک شرکت تاکسی بوده که این ماشین از بیرون خیلی قشنگه، از داخل باطنش خیلی خسته است و خیلی این ماشینا در آینده در مشکلات برمیخوره و مشکلات خیلی هزینه‌های سنگینی داره که اینا هم خوب بدونید و سعی کنید که از این ماشینا دوری کنید و خریداری نکنید ماشینایی که شرکتی هستن یا لیزینگ هستن. چهارمین نکته طلایی که باید حتما تویی که یاد نداری و ابتدایی هستی و دوست داری که ماشین بخری ولی اطلاعات نداری که از کجا بفهمی که سالم است یا نیست. توی کشور ایران یا افغانستان کمتر دیده میشه ولی در اروپا زیاد هست که ماشینی که میخواد برید بخرید، چه شخصی و چه بیشتر فروشندهایی که نمایشگاه دارن، نمایشگاه ماشین هستن، ماشین رو روشن میکنن، داغ میکنن، وقتی شما بیاید میذاره سوار شید و تست کنید. در صورتی که شما باید در فروشنده بگید که ماشین قبلش استارت
نزنید اگه امکان داره و ما میخوایم بیایم خود ما تست کنیم که وقتی که ماشین سرد استارت بخوره باید وقتی سرد هست موتور سرد هست شما استارت بزنید و چک کنید. چند تا چیز شما باید چک کنید وقتی که ماشین رو روشن میکنید و موتور سرد است. بهترین حالتی که شما بخواید ببینید ماشین سالم است یا نه باید ماشین سرد باشه که وقتی سرد ماشین میشینید و استارت میزنید نباید لرزش داشته باشه ماشین، هم فرمان و کل ماشین لرزشی نشان بده. دوم اینکه نباید صدای تق تق یا صدای اضافی یا صدایی که خیلی عجیب باشه برای شما بیاید. حتی موقعی که رانندگی میکنید وقتی رانندگی میکنید باید با سرعت تا 100 تام حتی تو یوتیوبان برید ماشین تست کنید چون امکان داره بلرزه و سیستمای مثل ترمز سیستمای چیزای دیگه هم مشکل داشته باشه. یا اینکه ماشین یک جای نگه دارید و ببینید که آیا دودی سفید و آبی میایه یا دودی نرمال میایه، چون دودی که رنگ آبی داشته باشه از مشکلات کاتالیزاتور یا سیستم اگزوز ماشین هم شاید مشکل داشته باشه که اینم باید حتما چک کنید. و نکته پنجمی که ما از نظر شخصی خود از تجربه خود شما میگم که انجام بدین یکی خیلی خوب است و خود من انجام میدم. یکی باید ماشین قبل از خرید دیاک بزنید. دیاک چی است؟ هم دستگاه OBD است که توی تصویر میبینید. همچین چیزی در شرکت‌های مختلف در سایت‌های مختلف قیمت‌های مختلف داره که یک دانه برای کسایی که ابتدایی و مبتدی هستن میتونید تهیه کنید با قیمت خیلی ارزان. مثلا سایت تیمو مثلا این سایت‌ها ارزان میفروشه یا از آمازون مثلا تا حدود زیر 10 یورو میتونید تهیه کنید و بخرید و هر موقع ماشین می‌خرید دیاک بزنید. در کجا می‌زنید؟ قسمت راننده در پایین یک جای انقدر کانتاکت داره، یک جای فیش بزرگ داره که در اونجا میزنید و ماشین باید دکمه استارت نزنید، فقط باید سویچ بچرخونید که برق وارد شه، کامل برق بیایه و بعدش شما اونجا تست کنید که همه چیز یک دانه ریسرچ داره و سوک میکنه، کلا چک میکنه همه چیزای ماشینه و در شما میگه که کجای ماشین اشکال داره که هم یک نکته خیلی مفید است که باید را ببینید در همون لحظه همه چیزا رو شما میتونید بفهمید. و هفتمین چیزی که باید همه باید چک کنن که ما چک نمیکنیم معمولا کسایی که مبتدی هستیم، این است که وقتی ما ماشین میخریم فقط میبینیم که سالم موتور صدا نمیده، مثلا راه میریم همه چی اوکی، در صورتی که نمیدونیم زیر ماشین چه خبره. اگه تا جایی که میشه خود خم کنید، یک چیز زیر پای بذارید بغلای ماشین، مخصوصا زیر در، قسمت زیر در یا بالای گلگیر اینجا زنگ زدگی نداشته باشه، چون اگه زنگ زدگی باشه کشوری مثل سوئد معمولا ماشینا زنگ میزنن. اگه زنگ زدگی باشه امکان داره در معاینه فنی در شما گیر بده و هزینه زیاد داشته باشه برای جور کردنش که ما خیلی از مشتریایی که دارم میاین پیش ما و همچین مشکلی دارن که برایشان هزینه حداقل بالای 500 یورو میشه برایشان که ما جورش کنیم. پس ایران باید نگاه کنید که تا جای ممکن قسمت‌های بیرونی ماشین و قسمتی که صندوق ماشین هم بالا کنید ببینید نشتی چیزی نداشته باشه. یا اگر ماشینی هایبرید هسته، ماشینایی که هم برق و بنزین استفاده میکنه، اونا هم باید از سلامت باتریشی مطمئن شید که این هم خیلی مهمه. بیشتر نمایشگاهایی که ماشین میفروشن حتما ماشینایی که هایبریدی باشه یا برق باشه یک برقه در شما باید بده که نشان بده که چند درصد باتری سالم است، که او هم باید دقت کنید که فیک بر شما درست نکنه. و یک جنبندی ویدیوی کامل بخوایم انجام بدیم، سعی کنید که توی اروپا ماشین ارزان نخرید، چون ارزان است و چون معاینه فنی شده اوکی است. ماشین ارزان توی اروپا ماشین ارزان است ولی خرید ماشینی به درد نخور خیلی براتون گران تمام میشه. من آروین هستم و اگر ویدیو مفید بود حداقل کاری که میتونی برای ما انجام بدی یکی ویدیو رو لایک کنی یا بفرستی برای دوستای تو و سابسکرایب کنی کانال که اگر جدید هستی. ما توی هفته 2 تا ویدیوی خیلی مفید برای مقایسه ماشینا و ترفندهای خیلی مفیدی که شما رو کمک میکنه هزینه زیادی برای شما نظر روی جیب شما را یاد بدیم تا جایی که امکان داره. و تا ویدیوهای بعدی میسپارمتون در خدای پاک و یادتان نره که کامنت بذارید موضوع ویدیوی بعدی چی باشه، چی دوست دارید یاد بگیرید و بدانید. تا ویدیوهای بعدی، یا حق.